اگر شما نظر کرده باشین سوره ملک ما و شما تبارک میگوییم، همینه که بالای قبرهامان میخوانیم. وقتی همین نظر میکنیم میگوید اذا القوا فیها سمیعوا لها شهیقا وهی تفور. هر وقتایی که دوزخی را در دوزخ پرتافته می شود، لها شهیقا وهی تفور، پروردگار میگوید دوزخ آوازش به آواز خر مانند است، مثل خر فریاد میزد است دوزخی را که میدید است. چگونه ای که مفسرای قرآن میگویند به نزدیک یک خر وقتی که یک مشت جو نزدیک میکنی که یک حرس دارد، وقتی دوزخ هم که طعام خودش میدیده است، وقتی دوزخی که گویم نماینده خودش دوزخ که میدیده است، مثل همو خر حرس میکرده است. شهیقا و هی تفور، الله میگوید دوزخ میجوشد. تکاد تمیز من الغیظ، الله با در همین سوره مبارکه بیان میکنه زود است که از غضب این دوزخ میکفد، زود است که قریب که میکفد وقتی که دوزخی را در داخل خودش میبیند. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا النذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. الله میگوید وقتی دوزخی که در قعر دوزخ میزده است، ملائکه میپرسیده است ای انسان، تو میدانستی که همین دوزخ هست؟ میدانستی که این گونه عذابهای رنگارنگ هست؟ آیا در بین شما کسی نبود که شما را خبر دهد؟ آیا در بین شما یگان پیغمبر یا یگان عالم و داملای وجود نداشت که شما را از دوزخ خبر دهد؟ آیا شما اینو نشنیدین؟ این دوزخی ها چی میگوید؟ میگوید مثل که خجالت زده، مثل آدم شرمنده سرها پیش خود و میگفتند کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا النذیر. گفتند بله بود در بین ما، بود شخصان بود که ما را از دوزخ خبر میداد، لیکن ما در عوض خبر اونها چیکار میکردیم؟ فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء. میگفتیم اینا دروغ میگویند، اینا افسانه میگویند، این ملا و این ایشان و این شیخی که ما را از دوزخ خبر داده ایستاده است اینا گمراه هستند. ما این خیل میگفتیم و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. بعد میگفتن اگر در دنیا ما عقل می داشتیم، تصور کنید که آدم دوزخی عقل ندارد، به عقلی میکند. اگر ما در دنیا عقل می داشتیم، نسمعو به معنای که اگر ما در دنیا این پیشواها را گوش می انداختیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، امروز ما در این چاه دوزخ نمی افتیدیم. افسوس که اینها را گوش نکردیم، افسوس که به اینها حواله نکردیم، افسوس که اینها ما را وقتی گفتن بی نماز بدبخت است، بی نماز از رحمت الهی دور است، ما را قهرمان کرد، ما را قهر کرد، ما را غضب کرد که این چه حق دارد که بی نماز تنقید میکند. ما وقتی گفتیم که عرق نوش از شفاعت حبیب خدا محروم است، ما را در دنیا قهر کرد. ندانستیم که این ملامت و مذمت این برادر برای ما فایده کلان داشته است، ما اینو نفهمیدیم. الان امروز با چیکار میکنیم؟ از عذاب پروردگار میچشیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. پروردگار چی زیبا بیان میکند، در آخر بعد چی میگوید؟ فاعترفوا بذنبهم. بعد گناهگار وقتی در دوزخ خودش را میبیند، در گناه خودش اقرار است، میگه در اصل جای من باید دوزخ باشد. خودش میگفت است، خودش میگفت است که من ارزنده دوزخ هستم، زیرا که در دنیا ناسپاسی کردم. خودش در گناه خودش میگوید قائل است.
و در اون داخل الله گفت ولا طعام الا من غسلین. اونها طعام ندارن، چگونه که برای جنتی ها طعام های رنگابرنگ، نوشاکی های رنگابرنگ، میوه های رنگابرنگ، لباس های رنگابرنگ، خانه ها، کوشک های رنگابرنگ است، برای دوزخی ها اینها وجود ندارد. الله گفته ایستاده ولا طعام الا من غسلین. دوزخی طعام ندارد مگر غسل میخورد، غسلین میخورد. غسلین چیست؟ غسل این زرداب، این خون که از بدن دوزخی ها جدا می شود، آن زرداب و آن خونی که در حالت عذاب دوزخی از بدن او جدا می شود، اینها را در ظرف ها می گیرن و برای دوزخی ها در حالت تشنگیشان می دهند. زرداب و خون و چرکی که از بدن دوزخی ها جدا می شود. لا یأکله الا الخاطئون. پروردگار گفت بسیار درشت است این زرداب و این چرک و این خون بسیار چیزی وزنین است برای نوشیدن، برای خوردن، لیکن یقین دانند که این خطاکارها میخورند. این کسانی که در دنیا خطا کردند، کسانی که در دنیا پروردگار را اطاعت نکردند، این خوراک اونهاست. گفت لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء و وفاقا. پروردگار لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. الله میگوید دوزخی در دوزخ هیچ وقت آب خنک نمیبیند، بردا ولا شرابا. هرچند که حرارت بدنش گرم هم که شود، هرچند که همون جایی که عذاب است حرارت گرمی هم داشته باشد، برای او آب خنک داده نمی شود. ولا شرابا، با او شربت داده نمی شود، نوشاکی داده نمی شود. الا حمیما و غساقا. الله گفت فقط با او حمیم داده می شود، با او غساقا، با او زرداب و خون و چرک داده می شود. حمیم گفته آب جوش می گوید تسقا من عین آنیه. انا همون عین آنیه، همون چشمه هایی که از آب جوشند، وقتی که دوزخی تشنه می شود، وقتی آب طلب می کند، در ظرف ها برای او این داده می شود. سوره محمد که در قرآن وجود دارد، الله میگد و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. پروردگار میگوید وقتی که نوشاکی ها را و دوزخی ها داده میشه که نوشید، و سقوا ماء حمیما، این آب جوش نوشید، وقتی می نوشند فقطع امعاءهم. پروردگار گفت وقتی که همین آب که به درون رفت، فقطع امعاءهم، روده هاشان تیکه تیکه می شود. داخل عذاب، نوشیدنش مشکل، لیکن اگرچه نخواهی هم تو را مجبور میکنن که نوش اینه، نوش. تو در دنیا از این ده بدترهاش نوشیده بودی. تو در معرکه ها مردم با این از این ده بدتراش قطعی چیکار کردی؟ مردم از عقل بیگانه کردی. امروز اکن برای تو انا همین و جزاء اوفاق، جزای مناسبی برای تو هست. انشاءالله من این در باب این گویم طعام و شراب دوزخی ها و خلاصه آمدم که وقت خیلی موضوع کلام بوده است، خواستم یک خیلی وقتی زیاد شاید 1.5 ساعت زیادتر در اطراف این انشاءالله من صحبت میکنم، تا که ما و شما باید که از عذاب دوزخ و باید که ما و شما از راحت جنت باید درکدار باشیم. انشاءالله اینا هم و خودشان یک موضوع خاصه ای دارن، من برای شما مفصلا بیان میکنم، لیکن از بس که اینجا سوال های زیاد آمده است، همینا را من برای شما جواب گویم. محترم داملا حاجی میرزا، این سوال مرا تعجیلا امروز جوابش را بدهید. پدر و مادر من صاحب 5 فرزند هستند، در یک حولی زندگی دارند، اما ما بین آنها طلاق وجود دارد.
در این باره ما فرزندان چگونه رفتار کنیم. البته این هم یک گوییم خیلی یک مشکلات این فرزندها گرفتار هستند که در این خانه گوییم پدر و مادر هست، 5 فرزند از اینها هست، لیکن در بین اینها طلاق وجود دارد. اگر با این طلاق اینا زندگی کنند، زندگی اینا حرام هست. ولی بسیار انسان ها هستند که طلاق میکنند، بعد طلاق باز زندگیشون دوام دادن میگیرند، لیکن یقین دانند که بعد طلاق زندگی حرام است. دیگر اون زن برای تو زنی بیگانه است. هر باری که با او خانه‌داری میکنی همچنان است که با یک زنی بیگانه خانه‌داری کرده ساله. تصور نکن 5 فرزند دارم، 6 فرزند دارم. اگر 10 فرزند داشته باشی طلاق کردی، زن برای تو طلاق میشود. لیکن این طلاقی کرده این پدر برای این فرزندا گویم یک مصیبت است. اینا دیگر آن راحت و آن تربیه‌ای که از پدر و مادر گرفتن در کار، دیگر اینها از این محروم هستند. دیگر همیشه در بین این زن و این مرد جنجال ها وجود دارد. همیشه در بین اینها نافهمی ها وجود دارد. برای همین من نمیدانم این چگونه طلاق کرده است. و از همه بهتر همین است که طلاق شما رفته در اداره مرکز اسلامی، اداره مفتیات در مراجعت کنید، کاری کنید که در حال در بین شما یگان فتوای یافته دهند و زندگیتان برقرار کنید. اگر علاجش باشد و علاجش نباشد، دیگر شما در یک خانه گوییم که هر تو یکی از شما مردی بیگانه، دیگرت همچه یک زنی بیگانه به حساب می روید.